مراسم امضای سازشنامه بین شرکت نکسیگال و سیستم بیا در خوجند. بر اساس آن باید در بین کشاورزان ولایت سوخت تکنولوژیایی را به راه اندازند که گاز طبیعی بی‌ضرر و ضروری برای مردم استحصال می‌کند. تکنولوژی نو به خانواده‌ها و چرواپروران امکان می‌دهد از سوختن هیزم و دیگر مواد سوخت سردود دست کشند و گازی را به جای آنها استفاده برند که محیط را آلوده نمی‌کند. زنها نیز از کار سختی آماده کردن و خشکانیدن تپی خلاص می‌شوند. موادی که گاز از آن به دست می‌آید نه پرتاب بلکه نوری مینرالی برای پرورش زراعت خواهد بود. تکنولوژی نو را بخصوص برای مردم دهات ضرور می‌دانند که حالا از بی‌برقی در خانه‌های سرد رنج می‌کشند و راهی برون رفت از این مشکل را می‌جویند. از همه چیز مدل خردترینش طلب میکند که در یک خانواده دو گاو باشد. همین دو گاو پاروش برای پر کردن همون تجهیزات و استحصال بیوگاز کفایه است. با تکنولوژی نو و یا بیودایجستر پروی چاره‌های پرنده را کار کرد و از آن گاز طبیعی استحصال می‌کنند. بیودایجستر باقی‌مانده‌های حاصل زراعت‌های کشاورزی و پایه و برگ رستنی‌ها را هم کارکرد می‌کند. با گاز چارواداران می‌توانند مالخانه و کشاورزان گرمخانه‌ها را گرم کنند و برای هر احتیاجات دیگرشان استفاده برند. یعنی تکنولوژی استحصال بیوگاز امکانیت می‌دهد که یعنی صرفه سوزشواری، صرفه نوری، هم نوری ارگانیکی و استفاده باقیمانده آن یعنی استفاده آن در بلند برداشتن حاصلخیزی خاک، بلند برداشتن حاصلناکی زمین، حاصلناکی زراعت‌ها و بازده زمین خیلی هم سمی نظر است می‌گذارد. هدف نهایی طرح و راه‌اندازی تکنولوژی نو مساعدت به رشد کشاورزی، یک ساحه مهم اقتصاد تاجیکستان است که صدها هزار نفر در آن کار می‌کنند. There's a lot of potential of agriculture in Tajikistan. ساحه کشاورزی در تاجیکستان امکانیت‌های خوبی دارد، امکانیت‌های فراوانی دارد و از نمونه‌هایی که در اینجا شما می‌بینید با مانند نکسیگال، با مانند وزارت کشاورزی دیگر اینها فقط این اقتدارها را باید کمی بیشتر بلندتر برداشت. همچون یک برنامه یوساید، همچون یک لایحه یوساید، مقصد ما این است که همین امکانیت‌ها را تقویت دهیم تا اینکه به اون هدف‌های در ساحه کشاورزی که دارند زودتر و تیزتر رسند. اجرای برنامه همچنین برای جوانان دهات جایهای کاری نو می‌آفرد که تاجیکستان حال و نظر به هر وقت دیگر به آن احتیاج دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.